سلام بیننده های عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند و تندرست سرخوش و سرفراز باشید. بیننده های عزیز، کار پروژه بزرگ مردمی بند همبستگی میر موسی زاورخان به خاطر برف سنگینی که در منطقه شیرداغ بارید، تقریبا 50 سان برف بارید، تعطیل شد و امروز شنبه 14 ماه جدی سال 1403 هجری شمسی است که کارگرا و صاحب اسکواتور و کامپریسا امروز خداحافظی با مردم شیرداغ و سرپرستای پروژه بزرگ مردمی دیگه. اینون رئیس دوستان و آجزاده صاحب که یک تحفه کوچیکی برای کارگرا در نظر گرفته، امور تقدیم منه، با ما باشید و همراهی کنید. تبارک و تعالی و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و خاندان مطهرش و سلام ویژه خدمت همه حضار گرامی که اینجا حضور داره و یک سلام ویژه دارم خدمت همه عزیزان خیرین مسافرین عزیزی که از چینل یوتیوب آگاهی برتر وقت طلایی ما را بیننده هستند. دوستان عزیز، همونطوری که همه شما مستحضر هستید میبینید که امروز روز بسیار آفتابیه، روز بسیار گرمه و 2-3 روز شده که به اصطلاح در شیرداغ بارندگی برف باریده و کار بند همبستگی میر موسی زاورخان شیرداغ هم تعطیل شده و امروز فرصتی شد که ما بتوانیم از عزیزانی که در طول این چند ماه بی نهایت زحمت کشیدن، حتی جمعه هایی که باید اینا تعطیل میکرد حتی تعطیل نکرد، بیوقفه کار کرد. امروز ما همراهی از این دریورا و کسایی که زحمت کشیدن در بند همبستگی فقط این فرصتی شد که ما بتوانیم همراه از اینا خداحافظی کنیم و دوست عزیز ما حاجی زاده گرامی تحفه‌ای که از طرف خودش برای از این عزیزا در نظر گرفته و این تحفه را تقدیم کنیم و جا دارد واقعا در پیش از این چنل ها بی نهایت تقدیر و تشکر کنیم از حاجی زاده عزیز که کار و بار خودش را رها کرده و در این سرما و در طول چند ماه بیوقفه زحمت کشیدن و راجع به ساخت بند همبستگی میر موسی زاورخان شیرداغ بی نهایت تلاش کردند و واقعا ستودنی است کارش و همینطور از همه عزیزان، جناب حاجی صاحب رضایی، آقای کربلای اسحاق، جناب آقای محسنی، انجینیر صاحب چراغ و همینطور آقای رحیمی و حتی امی 2 یوتیوبر عزیز ما آقای جویا و آقای صادقی بی نهایت زحمت کشیدن. حاجی زواری که بنده خدا زحمت کشیدن در این کهنسالی، در این یخی شیرداغ به اصطلاح در کنار ما استاد و به ما انگیزه داد. واقعا جا داره که تقدیر و تشکر نماییم از حضور گرم همه عزیزان و تحفه‌ای که در نظر گرفته حاجی زاده عزیز. این تحفه تقدیم کنیم. چند تا از کامیون و راننده بیلی که چند روز قبل به اصطلاح تعطیل کرد کار اونا رفته، اونا تحفه خود گرفته و همینطور شروع منیم از حاجی صاحب سلمان. خواهشمندیم که در جایگاه تشریف آورده و تحفه خوره از دست حاجی زوار بگیره. تا تشریف آوریش یک کف مرتب ده. زوار بیانده. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. خواهش منم. و مخصوصا از شما دوستای عزیز که ما رو تحفه دادین، ما رو همراهی کردین. تشکر. خواهشمندیم از راننده بیل خان محمد تشریف بیاره. خلیفه خان محمد تشویق کن. سلامت باشی. امید دیر مننه خره دیر مننه تشویق کن. بسیار دیر تشکری. خلیفه اسحاق راننده بیل تشویق کن. تشکر. سلامت باشید. خلیفه انور راننده کامیون تشویق کن. سلامت باشید.
خلیفه جلیل راننده کامیون. آفرین خلیفه جلیل رو تشویق کن. خلیفه آصف قومای ما راننده لنگر. کجایی تو؟ خب خلیفه عارف راننده گلیدر که قبلا پرداخت شده برای زو و محمد اکبر راننده کامیون هم پرداخت شده بلدیش توفیق رو گرفته. خلیفه عبدالخالق راننده کامیون هم کس توفیق رو گرفته. حالا نوبت میرسه به بهترین کارگری که واقعا از روز اول تا هنوز هیچ غیرحاضری نکرده، زحمت کشیده. بی‌نهایت کلی از این کارگرها و کسایی که اینجا زحمت میکشه او را دوست داره و او کسی هست شیخ مدد تشویق کنیم. این طرف سلامت باشی، جور باشی. بهترین اوستا، بهترین سنکار، کسی که یک روز هم غیرحاضری نکرده، خان محمد احمدی را تشویق کن. و برادر عزیز ما جناب آقای حمیدی که واقعا از روز اول تا هنوز راننده مزدا و مزدای خود در اختیار از این کاری بند همبستگی میر موسی زورخان شیرداغ قرار داده و اجزاده یک تحفه ناقابل را تقدیم منه. خواهش منیم که از عوض حمیدی تشریف بیاره و توفیق را بگیره. خواهش منیم اینجا باشه. سلام باشه. از برادر عزیز ما سید یوسف آقا خواهش مندیم که در جایگاه تشریف بیاره و بنده خدا هم تشویق کن. توفیق دیگه ای که باقی مانده کربلایی اسحاق، کسی که شبانه روز زحمت کشیده اینجا حضور داشته و کار مدیریت کرده. خواهش مندیم در جایگاه تشریف بیاره و توفیق را از دست حاجی بگیره. آجزاده بنده خدا هر کسی که در این راستا همکاری کنه بلدیش توفه در نظر میگیره، به خصوص دو یوتیوبر فعال شیرداغی که به نهایت زحمت کشیده از جریان کار بند میر موسی زورخان شیرداغ همیشه مسافرین را دوستار آگاهی دیده در جریان گذاشته. حالا یک دو توفه برای یوتیوبرای عزیز هم در نظر گرفته. یوتیوبر فعال ما جناب آقای صادقی را تشویق کن. تبریک تو باشه. جناب آقای جویا را تشویق کن. الان نوبت میرسه به سعید مبارک، کسی که همیشه فعالیت کرده و یک دو بیتی بلده شما خنداد در جایگاه تشریف بگیره و توفیق را دیگه تنظر میکنه. ولی گفت دو بیتی نمیخوانیم؟ ولی چرا نمیخوام؟ ما همیشه در خدمت جور بچه یک دو بیتی بخوانیم. الا دختر من دیوانه تو میشوم، چراغی گیز تو خانه تو میشوم. اگر یک شب بخوابیم در کناریت، صبا غلام دروازه تو میشوم.
والا دختر چه تو کاکا جوانی کلان کاری نکوردون سیالی اگر ترسی خدا در دل نیاروم جوان بیروم که تو ایران بمانه حالا تحفه‌ای که آج زوار میخواد تقدیم کنه در آجی صاحب رضایی، کسی که هم به نهایت زحمت کشیده فعالیت داشته. آج صاحب رضایی تشویق کن در جایگاه تشریف بره، توفیق را از دست آج زوار بگیره. تشکر. و آی رحیمی کسی بوده که همیشه فعالیت کرده و همیشه موادایی که به اصطلاح از طرف برای بند میر موسی زوارخان شیرداغ از هر جایی که در کار شده، آی رحیمی بی وقفه او را رسانده. آی رحیمی را تشویق کن در جایگاه تشریف بیاره و توفیق را از دست آج زوار بگیره. سلامت باشی. و حالا نوبت میرسه به خواهرای گل ما که به نهایت اینام زحمت کشیده، چند روز قبل مقاله خوانده، سرود خوانده. از مقاله خوان لطیفه حسنی خواهشمندیم در جایگاه تشریف بیاره و توفیق را از دست حاجزاده بگیره. لطیفه حسنی را تشویق کن. سلامت باشه. سرودخوانان عزیز ما در جایگاه تشریف بیاره و توفیق را از دست حاجزاده بگیره. نسرین رحیمی را تشویق کن. آفرین. درخشان تشویق کن. درخشان حسنی را. ماشاءالله، نام خدا. آفرین. چکوفه حسنی را هم تشویق کن. بسیار عالی. آی حمیدی توفه آورده برای حاجزاده. حاجزاده واقعا تشویق کن حاجزاده را. تشویق کن. نام خدا. ماشاءالله. کن. بیا توفیق را از دست حاجزاده بگیر. حاجزاده امیره. یا سلامت. آفرین. ماشاءالله. به نام یاد خدای بزرگ، بنده بر خود لازم میدانم از بنیاد خیری میر موسی زوارخان کمال تقدیر و سپاس و تشکر را نماییم از همه حضار محترم که اینجا هستند، از همه شما عزیزانی که ما را از چینل یوتیوبر بیننده هستید. بنده به خاطری که هوا سرده یک تحفه ناقابل برای حاجی ارباب زوار در نظر گرفتم که انشالله بند میر موسی زوارخان فعلا تعطیل شد تا فصل بهار را. با آمدن فصل بهار انشالله کار بند میر موسی زوارخان به اتمام خواهد رسید و تا آن وقت را شما دوستان را به خدای بزرگ می سپاریم. حاج زوار تشریف بیارو، توفیق را بگیر. تشویق کن حاج زوار را. سلامت باشید. دوستان عزیز، این موتر کارگرا حاجی سلمان عزیز که آمادگی کم کم رفتار گرفته دیگه نه. قد از این موتر در ازی برفی که 50 سان برف زده اما امروز آفتابی است میخواه بره. این وسایلی که کلان چه ترپال پیچ کرده دیگه تا بهار را تعطیل کرده دیگه.